ما تو ارتفاعات آبیدر بوی آویشن داره دیوونه‌مون میکنه. از اون طرف هم شروع کردیم به چیدن آویشن و چای کوهی که 100 گرمی کمتر جمع کردم. علی آقا داره زحمت میکشه آویشن جمع بکنه، از اون طرف هم چای کوهی. شدت اینجا هوا خوبه، لذت بخشه، همراه با علی آقا زدیم به دل کوه و مرتع و یه گله گوسفندم پشت سر من، جای اهونم خالی. قشنگ از اینجا شهر پیداست. البته این پایین یه پادگانه که این پادگان هر از گاهی یه شلیکای خطرناکی دارن، ولی گویا سالی 10-15 روز بیشتر نیست. اینجا فعلا امنیت داره.